Bismillahirrahmanirrahim. Ders akide roz yaşımı sual mekinam. Ya ta tismaya ya ta umar te cevap meti. Yakam sumaya sar mekina ay sumaya sar mekina. Baro chi Allah subhanahu ve taala jinha ve insanlara Allah baro chi khalq kadagi? جواب الله جنها و انسانها را برای عبادت خلق کرد و دلیل سوره زاریات آیت 56 و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. حق الله بالای بندگانش چیست؟ جواب حق الله بالای بندگانش این است که او را عبادت کنند و هیچ چیزی را به او شریک نیاریم و دلیل حدیث بخاری مسلم حق الله علی العباد ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا. چگونه الله را عبادت کنیم؟ جواب همان گونه که الله و پیغمبرش به ما فرمان دادند و دلیل سوره محمد آیت 33 یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. عمر حکم همه عبادت که الله و پیامبر را ما نگفتگی یا عبادت ادامه میکنن نه که الله و پیغمبر به ما نگفتگی چه حکمش؟ قبول نیست مردود است به دلیل حدیث بخاری من عمل عملا ليس عليه امر فهو رد. سراسیمه نشه. آیا الله را با ترس و امید عبادت کنیم؟ جواب آیا الله را با ترس و امید عبادت کنیم به دلیل سوره سجده آیت 16. سوره سجده آیت 16. یدعون ربهم خوفا و طمعا. چرا الله پیامبران را فرستاد؟ جواب الله پیغمبر را فرستاد تا مردم را به سوی عبادت الله دعوت کنند و شرک به الله نیارند و از طاغوت دوری کنند به دلیل سوره نحل آیت 36 ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ماشاءالله. معنای لا اله الا الله را بگو. معنای لا اله الا الله نیست هیچ الهی مستحق عبادت و پرستش و جز الله به دلیل سوره بقره آیت 256 و من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. مقصد ای لا اله الا الله و محمد رسول الله چیست؟ جواب مقصد لا اله الا الله بندگی، مقصد محمد رسول الله پیروی. الله کجاست؟ الله ده کجاست؟ الله بالای عرش و روی آسمان هاست به دلیل سوره طه آیت 5 الرحمن علی العرش استوى. آیا الله با ما است؟ جواب الله با دیدنش، با شنیدنش، با علمش با ماست و دلیل سوره طه آیت 46 قال لا تخاف اننی معكما اسمع و ارى. بزرگترین گناه در نزد الله کدام است؟ شرک به خداست به دلیل سوره لقمان آیت 13. یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. بزرگترین شرک کدام است؟ جواب عبادت و پرستش به غیر الله و دلیل حدیث بخاری این اکبر الکبائر الشرک بالله. آیا الله در آخرت مشرکا و کافرایی که توبه نکردن مردن میبخششو؟ جواب الله نمیبخشونه به دلیل سوره نساء آیت 116 ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. نوبت نبود. جایگاه مشرکا و کافرا در کجاست؟ جواب در دوزخ و جنت براشون حرام است به دلیل سوره مائده آیت 72 انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار و ما للظالمین من انصار. آیا مرده ها میشنوند؟ جواب مرده ها نمیشنوند به دلیل سوره نمل آیت 80 انک لا تسمع الموتى. آیا از غیر الله یاری طلب کردن جایزه که بگن یا پیرو مدد یا علی مدد جایزه هم خیلی گفتن؟ جواب جایز نیست به دلیل سوره فاتحه آیت 5 ایاک نعبد و ایاک نستعین. ماشاءالله بارک الله.
است.